سلام. نمی‌دونی میری؟ آقا چیکار کنی؟ برنامه امروزه چیه؟ من اینجا وایس خورده دیوار رو ناکنم برنامه نداری؟ قرار آشپزی کنیم اینا خفن همبرگر قرار بزنیم چهار همبرگر کرد خلاصه که همین تو کارش دیگه خب تو این محله ما من قارچ و گوجه رو بشوریم که تمیز بشه و ماده محله رد بشیم حس کنم چیز کم داریم خیاشورت کو؟ حاجی نگرفتم خیاشو رو بریم بگیم به همین راحتی خیاشو ظاهر شد. راز خوشمزه کردن همبرگر اینه که فقط چی خیاشو رو گوجه رو باید بسیار ریز خورد کرد. اینقدر دیگه مریض دادم دیگه حالا له شدن. در این حد الان چیزی که الان افتاد اینه که متاسفانه سس نداریم تو خونه. همبرگر بدون سس مساوی با مرگ. در مرحله اول شما نیازمند یک عدد دستکش سبز سمنی هست. گوشتی که تو 24 ساعت توی یخچال گذاشتیم و با آب پیاز و رنده و این داستانا قاطی کردیم می‌ذاریم اینجا. بله. بوی خیلی خوبی هم داره. اسمل چک. مایتو برای ماشی روشن میکنیم. Criminal offensive side eye. روشن نمیم. یکم بوی گاز اومده اینجا رو میزنی خونه بوم منفجر میشه. خب میخوره نگه داریم 5 minutes later. 20 میزنیم درد چند تا که نچسته بازی کن همه جاشو میزنیم کار نمیکنه. جنس چینی باچمو کردن. مرحله بعدی Come on now, dog. اونجا که ما خب بدنسازیم و داشی بالاخره گندست و رخو بگیر رخو بگیر پشت‌بازو رو نگاه کن. اصلا این پشت‌بازو بعد 200 گرم برای این بده فقط. ولی متاسفانه چون بچهای پشت کات زیادن ما باید چیکار کنیم اینجا همه رو 200 250 گرمی بزنیم. 250 گرم هم 30 میسنجی. فکر بد نکنید. That one there was a violation personally. I was حالا تنها چیزی که داره اینجا اینو خوشمزه میکنه اگه چیه؟ شما اینو نباید تمیز در دورش باید کثیف باشه. اینجوری این همه میشه خوشمزه درستی. من رخ کار اینجا اومد زوم کنم جلو. ما روی این دست میذاریم اینو میبینید. حالا میکوب اینجا میخوره فشار میدیم. برای اینکه جا برای بقیه باشه اینو ببینید کجا بغل. بچه‌ها مدل 50 عقابی کارو تموم می‌کنیم. همونجوری که ما آدما خیلی شیکمویی هستیم به این فاصله ما یه بسته ژیگو. حالا بگید چرا ژیگو؟ چون ژیگو عوض کردم. بازم تک دولیبه. ما این ژیگو رو وا می‌کنیم. عرضم حضورتون این مطلب جلو. یه دونه در میاریم. رخ کارو بگید. یه خیاشو رو می‌ذاریم اینجا. سس فرانسوی دلپذیر، یک عدد 2 عدد گوجه لهیده شده و محل آخر مونده که مدل خیلی زیبا این تو می‌ذاریم. و اینو لول میکنیم. خب به غذا آماده شده و ببینیم برای دیزاین آخر سر اون رو به وارد وایکینگی اینجوری میندازیم بیرون. زدن سس سفید به کف کاره کاهو رو کف کار میذاره. گوجه رو میچینی خیارشور یک عدد همگی رو همین حالت قشنگ همین حالت داد به تو خوشمزه بشه. یک اپی قارچ که ریختی اینه که بعدی سراغ چی؟ اگه گفتی چرا من چند رفته بالا اینقدر Following day. که اینا رو اینجوری گذاشتیم خیلی فینگیل اونجا گذاشتیم میریم سراغ سس تند گلوریا. پیشنهاد کنم استفاده کنید چون واقعا عالیه. این مقدار کافی میزنیم کارو. سس قرمز بازیکن سس قرمز هم میزنه و اساره کار اینجاشه. یک ورق زیبا روی نون میذاری. چند تا کرانچی رو توی قسمت بالای نون میذاری و رخ کار اصلا عالی. بریم برای تست قبل. خلاصه که عالی بچه‌ها خیلی عالی شده و متاسفانه احتمالاً ویدیو 11 شب آپلود کنم. من قراره گوش نمیشه منو فوش بکشید. ولی not worry. خلاصه که اونم خوش اومده باشه. دیگه حالا عشق کردی حساب کن نکردی حساب نکن دیگه همین دیگه. کلی دوستتون دارم تا ویدیو رو میبینمتون. پیس اوت.